لوسه سگ وضع دو مقام آمریکایی روز یکشنبه به رویترز گفتند که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در روزهای اخیر طرح اسرائیل برای ترور رهبر عالی مذهبی ایران آیت الله علی خامنه‌ای را وتو کرده است. این مقامات که نمی‌خواستند نامشان فاش شود گفتند که مقامات ارشد آمریکایی از زمان حمله گسترده اسرائیل به ایران برای متوقف کردن برنامه هسته‌ای خود با مقامات اسرائیلی در تماس بودند. یک مقام ارشد دولت ایالات متحده به یکی از منابع گفت: آیا ایرانی‌ها هنوز آمریکایی‌ها را می‌کشتند؟ نه تا زمانی که این کار را نکنند ما حتی در مورد آزار و اذیت رهبری سیاسی صحبت نمی‌کنیم. آنها گفتند که اسرائیلی‌ها گفتند که می‌توانند رهبر عالی ایران را ترور کنند، اما ترامپ این طرح را رد کرد. نتانیاهو روز یکشنبه در گفتگوی ویژه با برت بایر شبکه فاکس نیوز در مورد خبرهای رویترز گفت: اخبار دروغین زیادی درباره گفتگوهایی وجود دارد که هرگز اتفاق نیفتاده و من قصد ندارم به جزئیات بپردازم. نتانیاهو گفت: اما میتوانم به شما بگویم که فکر میکنم ما کاری را که باید انجام دهیم انجام میدهیم، ما کاری را که باید انجام دهیم انجام خواهیم داد. و فکر میکنم ایالات متحده میداند چه چیزی برای ایالات متحده خوب است. لازم به ذکر است چندی پیش دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با بیان نظر خود درباره مناقشه اسرائیل و ایران خاطر نشان کرد به زودی صلح میان آنها برقرار خواهد شد.